برای ابروهایی که نسبتاً پر هستن و قراره که براشون طراحی و قرینه سازی انجام بدیم. وقتی یه ابروی مثل ابروهای من تقریبا پره، ما توی طراحی نباید خیلی خارج از کادر کار کنیم که حالا ابرو رو بخوایم کشیده ترش کنیم یا این قسمت رو خیلی پرتر کنیم. یه اشتباه رایجی که اکثر هنرجوها ممکنه که بهش دوچار بشن دقیقا همین نکته است که توی ابروهای خیلی پر طراحی رو تو فضاهای خالی میبرن. بیاین تا با تصویر بهتون نشون بدم. ببینید این طراحی دقیقا تو خود کادر ابروه. همونطوری که میبینید این قسمت ها وارد طراحی نشده، اما این اشتباهیه که اکثر هنرجوها مرتکب میشن، اینه که ببینید تا جایی که ریز مو هست هنرجو طراحی کرده و خب این باعث میشه که یه حالت دو تیکه نسبت به این قسمتی که خیلی پره و این قسمتی که خیلی خالیه پیش بیاد. چون این قسمت خطوط میکروبلیدی ممکنه حالت مصنوعی دیده بشه. چرا؟ چون ما توی این ناحیه موی خیلی زیادتری داریم. پس بهتره که اگر یه کار خیلی طبیعی سوپر نچرال میخوایم تا حد امکان تو قاب طبیعی خود ابرو طراحی رو انجام بدیم. اینکه این ریزه موها تا اینجا هستن دلیل نمیشه که اینا رو هم توی طراحی و قاب طراحیمون وارد کنیم. متعادل سازی ابرو یعنی من همین ابرو رو به یه ورژن خیلی بهتر تبدیل کنم، نه اینکه از اصالتش بخوام خارج کنم و یه همچین طراحی دفرمه‌ای به ابرو بدم. همین نکته ساده تو طراحی مرز بین یک کار حرفه‌ای و یک کار معمولی رو میتونه مشخص کنه.